سلام به همه کسایی که دارن ویدیو رو میبینن. میدونم قرار بود دیگه ویدیو نگیرم، ولی قول بدم دیگه این آخریه. هی همینو میگم، هی دوباره ویدیو رو میگیرم. خب میخواد این ویدیو رو گرفتم برای چی؟ برای نکات تکمیلی که دیگه هیچ سوالی نداشته باشین و دیگه تمام. احتمال 99% دیگه واقعی ویدیو نمیگیرم. اوکی، چیکار کنیم؟ در مورد تغییراتی که کرده تو الی اکسس کامل براتون توضیح بدم و ویدیو رو تموم کنیم. اوکی، اول از همه در مورد ورک، در مورد چیز، من این لیست بیارم بالا. ببینین این کارا رو که باید بکنین هیچ تغییری نکرده. فقط دو تا تیپ در مورد این کارهایی که بهتون بگم. اول از همه رپ، اینا همه رو که انجام میدین هیچ. خود چیزم، خود دلبز روشنم که کی کافر میخواد بهتون توضیح دادم تو ویدیو قبل، برید ببینین اگه دوست داشتین. اونا هم یکی رپ میدن، یعنی پس دلبزای روشن از دست ندین، هر روز بزنینشون که رپشون رو بگیرین. میریم سراغ بعدی. من سریع حرف میزنم که ویدیو زیاد طولانی نشه، چون یکی اینا من گفته بودن چرا انقدر ویدیو طولانیه. خب در مورد بعدی بچه، آرتیسان بله نرف شد و آرتیسان دیگه فرست کرافت آرتیسان نمیده. و بذارین یه چیزی بهتون نشون بدم. کجا بود؟ اینا بچه ها، این جایی بود که میخریدین. اوکی، این جایی بود که از این چیزا میخریدین. این شاپ اینجا، این یه کوست بهتون میده که 350 تا نالج بهتون، 350 تا آرتیسان بهتون میده و 350 تا رو میتونین جفتش رو بخرین. نگران نباشین، یکیشو که یوز کنین 75 تا دیگه بهتون میده و میتونین اون یکی هم بخرین. حل احتمال زیاد هفتگی باشه و اگر هفتگی بود لطفا اگر یه ورک داری بار اول، اگه یه ورک داری خرج ورک دومت نکن، سیو کن که دوتای بعدی رو هم بگیری هفته بعد و هفته بعدش. اوکی، اگه یه ورک داری مثلا میخوای فقط جی سی بیاری بالا، فقط اسکینینگ بیاری بالا، یعنی مهم اونه برات نه بقیه. اوکی، میتونی بار اول دوتا رو بگیری ولی هفته دوم فقط یکی، هفته سوم فقط یکی، دیگه خرجشون نکن. اگر آرتیسان همین 350 تا رو بهتون داد. اوکی، این از این. و دیگه چی میخواستم بگم؟ بریم اینجا من تونتون صحبت کنم. اینا همون کارا رو بکن دوباره. فقط یه چیزی اینجا بهش اضافه کنم. دارک مون فایر واتر بود که پرسپشن دفنس میداد، میتونی با اینا یوزش کنی. یعنی چی؟ یعنی تو میتونی یه دونه از این باونت فول یوز بدی که 85 تا فینس بهت میده و یه دونه واتر فایر بندازی، یعنی دو تاشو با هم میتونی یوز کنی ایزی. و بقیه هم که همونان. این در مورد غول بهتون، ماهیه بهتون نگفتم کجاست. فیش، این دوتا ماهی رو سرچ کنین. این دوتا ماهی هر وقت این ماهی ها رو میندازین تو آب بهتون پرسپشن میده. این ماهی ها رو به لیستتون اضافه کنین، لیست کارهایی که باید میکردین قبلا توضیح دادم. میریم سراغ بعدی. خیلی ها پرسیده بودن در مورد ورک. میریم سراغ اول تیلور. من سری دارم حرف میزنم. اول تیلور رو بهتون بگم. بچه‌ها تیلوری از اون پرسیده بودین که 30 تا گرفتم بعدش چیکار کنم؟ آیا نالجمو دیگه چیکار کنم؟ چون 30 تا بیشتر نمیخواد برای تیلورینگ 3 تا راه داری. یک، اولا بگش رو بگیر با کج. اون که کاری ندارم، اون که دیدین میتونین بگ بخرین تو ویدیو قبل. میتونین دو راه دارین. یک، از طرف چیز برین، از طرف داستیل دان برین. من گفتم ویدیو قبل برین ببینین حتما اگه دوست داشتین، یعنی براتون کنجکاوی که داستیل دان چیه. از طرف داستیل دان برین چون آخرین تالنتشو که میگیرین چیزه، دو تا پارت داره، داسک و دان. میتونید پارچه های دیلی بسازین و بفروشین. میتونید اینطور نالجتون رو خرج این کنین یا میتونید نالجتون رو خرج تولز کنین. اوکی، این از این از سوال اول. بعدی، خیلی ها پرسیده بودن انچانتینگ یا چیز اینسکریپشن بغلش بیارین. بچه‌ها انچانتینگ یا اینسکریپشن فرق نمیکنه اونقدر. انچانتینگ دیگه پریمال فایر اینا رو نداره و اینسکریپشن در اول ترینکتاش زیاد خفن نیستن و خیلی چیزن، خیلی سریع دراب میشن. ولی اگر میخواین اسکینینگ بیارین بالا بغلش انچانتینگ از نظر من، و اگر میخواین تیلورینگ بیارین بغلش اینسکریپشن. این هم از این. انچانتینگ هم از سمت انچانت آیتم برین و آیتماتون رو انچانت دیسچن کنین. آیتم سبزاتونه، آیتم آبیا با ارزشن، بزنین توی اچ بفروشین آیتم آبیا رو. اوکی، این هم از این. میریم سراغ بعدی. اسکینینگ هرب آلچیمی. خیلی ها بهم گفته بود هرب ماینه، خیلی ها بهم گفته بود که تالنت چطوری بگیریم. بچه‌ها تالنتو باید جوری بگیرین اوکی که اول اسکیلتون بره بالا. لطفاً اگر ویدیو ندین بریم ببینید کدوم تالنت اسکیل میبرد بالا. اسکینینگ که سمت چپ بود، اول اسکیل، همه تالنت هایی که اسکیل میبرن بالا. بعد میریم به سمت تالنت هایی که فینس و پرسپشن میدن. اون تالنت هایی بود که براتون توضیح دادم که پریمال میدن و یکیش وایدی بود و یکیش فلان بود و اینا. اونا رو دیگه به نظر من نگیرین چون قیمتشون به شدت پایینه. الان نگاه کردم دونه 20 گلد، دونه 10 گلد نمیارزه. اوکی، تنها تالنتش که میارزه تالنت وبه.
حالا من کاری ندارم، خودتون میدونه همونجا سرچ کنین و اگه ارزید ترنتشو بگیرین، ولی به نظر من نمیارزه و نگیرین. ترنت سمت اوورلود که بهتون توضیح دادم. ولی اگر با ارزش شد، ببینین الان دارم در مورد حال حاضر صحبت میکنم. بچه‌ها لطفاً خواهش میکنم وو نیوز رو دنبال کنین و اگه تغییری کرد ببینین. مثلا همینی که نرف شد آرتیسان شب قبل پچ بود، یعنی من تو ویدیوام نگفتم چرا، چون شب قبل پچ نرف شد. نیوز رو دنبال کنین، اوکی؟ نیوز رو دنبال کنین ببینید چی داره نرف میشه، چی داره اضافه میشه، اوکی؟ به ورکتون، اوکی؟ این از این. پس اینم توضیح دادم. اول اسکیل، بعد فینس و اینا، اوکی؟ میریم سراغ بعدی. خیلی در مورد واربند پرسیده بودیم بچه‌ها. واربند میتونه آیتمایی که از ریر و اینا دراپ میشه مثل این بزنید تو واربند یا برای کاراکتر دیگه سند کنین و همین دیگه میتونیم با کاراکتر دیگه برداریم دیگه. یه چیزی که میخواستم بهتون بگم، لطفاً آیتم وقتی لولتون بالا شد، میگم لولتون آب شد، آیتم بخرین. من دارم تایم رو نگاه میکنم چون 10 دقیقه نمیخوام بیشتر شه. تا آیتم خواستین اوکی کنین لطفاً. آیتم رو میگم خواستین بریم فارم یا هرچی، آیتم رو از ایچ بخرین، دونه 200 گلدن انجام چیزاشونو بزنین، اونم دونه 20 گلد، بعد برین اسکینینگ یا هر چیز دیگه که این بهتون بدن. حالا در مورد گروپ بندی و اینا بچه‌ها ببینین 2x4 زیاد داریم، اوکی؟ اگه میخواین تیلورینگ یا هر کاری کنین اینجا میتونین جوین بدین، اوکی؟ اینو کاری ندارم، ولی خیلیاتون موزل اینو دارن که اینا این بهتون نمیدن، اوکی؟ با این حال که بازیتون خوبه و اینا، اوکی؟ من یه چنل دارم به اسم نیهیلام اینجا، ببینین الان یکی از بچه‌ها پیشمه داشته سوال میپرسیده. 2 تا 3 4 تا چنل ساختم الف گروپ، میتونین اینجا آقا بزنین لوکین فور گروپ، مثلا چه میدونم من دنبال یکی هم که باش اوکی کنم، بریم با هم فارم کنیم، حالا اسکینینگ تیلورینگ یا هرچی، اینجا بزنین و دوستاتون رو پیدا کنین با هم برین شروع کنین به فارم کردن. اینجا میتونین اوکی کنین. نیوز هم هست بچه‌ها، نگاه کنین اینا نیوزایی که خودم میذارم، یعنی آپدیت هایی که آخرین آپدیت هایی که میذارم توی چنلم، که مثلا میگم اوکی من اینو فهمیدم حواستون باشه، میتونین اینجا هم چک کنین دیگه، چون دیگه ویدیو نمیذارم، تمام احتمال خیلی زیاد دیگه نمیذارم، اوکی؟ و دیگه چی داره؟ چت و آیدیا داره، میتونین ایده هاتون اینجا بذارین اگه دوست داشتین با هم صحبت کنین و غیره. و خود من میام اینجا و اگه دوست داشتین بیاین سوال بپرسین، اوکی؟ اینم از این چنل رو میذارم تو لینکش رو میذارم توی دیسکریپشن. اینم از این 7 دقیقه شد. دیگه در مورد چی میخواستم صحبت کنم؟ من برگم رو چک کنم. در مورد ورک صحبت کردم، بررسی نالج هم صحبت کردم. بچا دارک مود یادتون نره، ویدئویی که بهتون گفتم آقا کارهایی که بهتون گفتم بکنین، هیچ تغییری نکرده، یادتون نره همشو انجام بدین. اینم از این تیلورینگ رو گفتم، اسکینینگ رو گفتم، هربا ماینینگ هم گفتم قضیه چه از کدوم طرف برین. و رپ دلز هم گفتم که رپ میده. بچه در مورد رپ یه چیز دیگه بهتون بگم، اونایی که میخوان رپ فارم کنن بچه رپ لطفاً مثلا میخواین رپ رو فارم کنین، بزنین تمام رپ های داخل یوتیوب داخل قشنگ، مثلا بزنین رپ هالو فال رپ، اوکی؟ how to achieve مثلا renowned 15 مثلا، اوکی؟ یه ویدیو براتون میاد کل این مپ رو براتون توضیح میده که آقا تمام باکساش کجان و چطوری باز میشن، چون باید اینجا رو جارو بزنین که رپش رو فارم کنن، اونا که میخوان رپ فارم کنن، اوکی؟ دلزو هم گفتم. اینم از این دیگه. چی مونده؟ آرتیسان هم گفتم، دلزو گفتم، هر مپ چگونه و اینا، وارباوند، آیتم، همه چی گفتم دیگه، چیزی نمونده. فقط این در چنل دیسکورد داشته باشین، اگر خواستین بین اینجا من در خدمتتونم و اینجا میتونین الف گروپ بزنین و همدیگه رو پیدا کنین. اسپات ها هم اصلا نیازی نیست من برم تو ببینین کجاست، همینجا میتونین جوین بدین و ببینین کجاست و مال اسکین مثلا اینجاست مال اسکینینگ، اوکی؟ حالا این هم از این. دمتون گرم. یه تشکرم کنم بابت ویدیو رو دیدین، واقعا اصلا عجیب بود برام، 3000 خورده ای، اصلا واقعا نمیدونم چطور ازتون تشکر کنم. دمتون گرم که اینقدر ویدیو رو دیدین و تونست براتون خیلی کارآمد باشه. و اینکه احتمالاً من دیگه واقعی دیگه ویدیو نذارم، لطفاً نیوز رو دنبال کنین. اگر چیزی تغییر کرد هم نیوز ووهد دنبال کنین، هم اینجا حواستون باشه اگه من چیزی گذاشتم چکش کنین که آقا من پویا گذاشته اینجا دیگه، پس اینو حتما اوکی چکش کرده، اوکی؟ و نیوز خود ووهد هم دنبال کنین. بازم دمتون گرم و من توی چنل هستم، یا بیاین اینجا بشینین و بهم بگین بیام، همین دیگه. اگه سوال چیزی بودم تو کامنت یا بپرسین یا بیاین همونجا. مرسی، دمتون گرم. بازم امیدوارم
قشنگ این پچ بهتره کنین و پول خوبی به دست بیارین. مرسی و خدا نگهدار.